سلام دوستان، میخوایم شما رو به دنیایی ببریم که هیچ محدودیتی در اون وجود نداره و تنها محدودیتش حد تصور ماست. بازی Dungeons and Dragons یا به اصطلاح خودمون سیاه‌چاله اژدهایان، یه بازی نقش آفرینی RPG یا همون رول پلی گیمینگ هست. مثل همون کاری که هممون تو دوران کودکی خودمون با بازیایی مثل دزد و پلیس انجام میدادیم. این بازی در دنیایی اساطیری مملو از ماجراجوهای مهیج با شخصیت‌های متنوع انجام میشه. D&D با هدایت قدرت نامحدود تخیل ما و دوستانمون رو با خودش به ماجراجویی در سرزمین‌های کشف نشده و قلعه‌های بلند از زیر آسمانی طوفانی شب میبره و در اونجا به چالش با موجوداتی با قدرت‌های مختلف کشیده میشه. و البته در این راه ما هم با توانایی‌ها، سلاح‌ها، قدرت‌ها و از هم مهمتر یاران وفاداری که همراهمون هستن حریف سرسختی برای هر چالش به حساب میاد. مثل همون بازی دوران کودکی، منتها این بار D&D به داستان‌ها ساختار میده و برای تعیین عواقب تصمیمات ماجراجوها بازیکنان تاس میندازن تا بفهمن که حملاتشون به حریف برخورد میکنه یا خطا میره. آیا میتونن از یک صخره ناهنمار بالا برن یا از یک رعد و برق جادویی جا خالی بدن؟ در D&D هر بازیکن نسبت یه علاقه‌ای که داره میتونه یه کاراکتر بسازه. بستگی داره به چه کلاسی، به چه نژادی، به چه حرفه‌ای یا دوست داره چه پیشینه‌ای داشته باشه. با ماجراجویان دیگه دوست بشه یا به صورت گروهی وارد ماجراجویی بشن. این گروه با همکاری هم ممکنه وارد یک سیاه‌چاله تاریک یا یک شهر باستانی، یک قلعه خالی از ساکنه، یک معبد گم شده در اعماق جنگل یا یک غار پر از مواد مذاب در زیر یک کوه مرموز رو کاوش کنند. ماجراجوها در طول این مسیر با موانع و معماهای مختلف روبرو میشن. با شخصیت‌های توی بازی یا همون NPC ها صحبت میکنن، با هیولاهای عجیب میجنگن و اشیای جادویی و عتیقه‌های مختلف رو کشف میکنن.